از نظر فنی هیچ صحبتی نمیمونه، چون فقط خداست که میتونه به ساپینتو کمک کنه که این آدم مشتی دستنا یه ذره آبروش حفظ بشه. خیلی میمونه بحث مدیریت، نه این هیئت مدیره بالا دستش، نه هولدینگا بالا دستش، نه پزشکیانا بالا دستش، اونم معلوم نیست کیه. یعنی این قدرتی که سالهاست بعد اینکه اسم تاج تغییر کرد، سالهاست هواداران استقلال این همه دارن اذیت میشن، اون قدرت معلوم نیست کیه، خودشو رو نمیکنه که هوادارا بفهمن بگن آقا دشمن ما اینه. ازتون خواهش میکنیم حداقل خودتون رو نشون بدید، حداقل هوادارا شما رو نفرین کنن، حداقل بدونن کیو دارن نفرین میکنن.